سلام. عجله که نداریم. بذار برسی. عجله چیو داشته باشه؟ رو صندلی نشسته. پروازش دیر شده. آخر شبونه. میخوایم تعطیل کنیم. اگه در حد یه خرید جزئیه من در خدمتم. خب تو اگه می‌خواستی تعطیل کنی اینجوری رو صندلی لش نمی‌کردی. خرید جزئی مگه تو عمده فروشی؟ پس من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بفرمایید در خدمتم. زحمتتون یک دونه از این ماسیما هم بهم جوری گفت عجله ندارید. من فکر کردم میخواد نصف مغازه رو بخره. برای هم 4 5 قلم جنس گفتی عجله که ندارید. بله خدمتتون. چیز دیگه این نداریم؟ نه قابلتون هم نداره. شده 1480 واسه شما 1400. من میتونم یه جور دیگه حساب کنم باهاتون. احتمالاً کارت باهاش نیست. میخواد نقد حساب کنه یا کارت به کار کنه. مثبت فکر کن قرم ساق. شما کارت رو روی شیشه مغازه نوشتید. اگه نقد میخواد پرداخت کنی که مشکلی نداره. نه یک جور دیگه حساب کنم باهاتون. ببین اگه خریدار نیستی وقتی من نگی میخوام چک کنم مغازه رو بدم پایین رو برم. آخ حاجی من تازه فهمیدم داستان کرکره است. همین دیگه کرکره رو بدیم پایین یک جور دیگه باهاتون حساب کنم. الان یعنی تو نداری؟ تو فقیری؟ فقیر پیرسینگ بینی میزنه، فقیر ناخونش کاشته، دنبال ماسک مو لوازم آرایشی میگرده. تو نه، تو مشکلت کرکره.